اواخر عمر مرحوم استاد آقای شیخ باقر علم الهدا بود رضوان الله تعالی علیه. من به مناسبتی رفته بودم دیدن ایشون و صحبتی پیش آمد از این طرف و اون طرف. ایشون خیلی 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 در زمان طلبگی طلبه مجد و کوشایی بود، به حدی که دو مرجع تقلید اون زمان مرحوم آقای گلپایگانی و آقای مرعشی به همه طلبا میگن درس بخوانید. به ایشون گفته بودن آقا دیگه درس نخوان. از بس فشار روی خودش می آورد گفته بودن آقا دیگه در این حد جایز نیست درس نخوان. اینقدر مرد جدی بود. در زمانی که این نرم افزارهای کامپیوتری نبود دوستان طلبه، ایشون 40,000 حدیث را با دستش پیشبرداری کرده بود و نگاشته بود و حاصلش هم این کتاب خورشید اسلام چگونه درخشید که برای همه مفیده. این کتاب رو بگیرید بخوانید. خورشید اسلام چگونه درخشید. یک دور معارف حدیثی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین است. در منبر تک بود، از نظر من مسلم مجتهد بود. این اواخر من خدمتشون بودم، یارا بهش صحبت یاران همدم است، از این طرف از اون طرف صحبت شد. به من فرمودن که فلانی، چون ایشون اواخر 10 سال شاید قبل از به رحلتشون یه مریضی گرفت، سردرد وحشتناک عجیبی بدتر از میگرن که دیگه نمیتونست منبر بره، با اینکه شاید جزو نفرات نادر عالم منبر ایران بود. می نشست روی منبر بلافاصله حالش خراب میشد که میخورد زمین. ترک منبر کرد ایشون، دیگه دکترها هستن گفتن نمیشه منبر بری و نمیتوانست منبر بری. خب هیچ کار دولتی و چیز خاصی هم نداشت ایشون که. فرمودن فلانی من مریضیمو که خانمشون هم خدا رحمت کنه صبیه مرحوم آقای موسوی درودی سرطان گرفت. حالا مصیبت بالای مصیبت. فرمودن که خانمم سرطان داشت و من هم به این وضع و یه روزی پسر هم نداشتیشون. یه روزی تو خونه نشسته بودم، خانمم به من گفتن که حاج آقا، گفتم بعد گفتن 2 کیلو سیب زمینی لازم داریم برای نهار ظهر. چی درست میکرد؟ من گفتم چشم. نگاه کردم دیدم تو جیبم 1 قرون پول نداره. خیلی محترم بود، 1 قرون پول نداره. یه اتاقی داشتون مشغول کارش و مطالعاتش بود. یک کشو میزمو کشیدم بیرون دیدم پره، میلیون ها تومان سهم امام. از همه مراجع اجازه دارم که به قدر زندگی خودم مصرف کنم. میتوانم به اجازه مرجع بعد از 1 کیلو سیب زمینی از این میلیون ها تومان بردارم. گفتم نمی کنم. کشو رو بستم. گاهی میان هستن کسانی میان به بنده آخوند میگن آقا این پول پیش شما، ببینید کی در کجا به چه چیزی نیاز داره، شما به تشخیص خودتون بدید. شما وکیل مطلق از طرف من، صرف هر چیزی صلاح میدونید بکنید. ایشون فرمودن یک کشوی میزم و کشیدم بیرون دیدم از این پولا زیاد که کسی که پولو گذاشته گفته آقا صرف هر چی عشقته به هر کی دوست داری خودت یا دیگران بده. دیدم اینم نمیکنه. چون اون هدفش چی بود؟ هدفش این بود که مثلا فقیری، گرفتاری، کسی یقین دارم که اگه خودم بردارم راضیه، اما نمیکنه. بستم. این که شد همه سهم سادات، من سید نیستم. صدقات گفتم نه. صدقه چرک کف دست مردمه. بستم. با خودم فکر کردم چه کنم؟ آبروی عزتم داشت، به خانمم نمیتونم بگم نه که. با خودم فکر کردم قرض کردن که ور نیفتاده، ائمه قرض میکردن. این سبزی فروش سر کوچه میدون شهدای ما تو کوچه آتش نشانه ایشون میشستن، میدون شهدا. این 20 ساله 10 ساله ما رو میشناسد، همه شهر میشناسه. حالا من الان اگه ابام بدنزم برم میگم فلانی 2 کیلو سیب زمینی بده، بعد کشید بگم که پول همراهم نیست فردا میارم، این که نمیگه نه قرضم که حرام نیست، ائمه هم قرض میکردن. گفتم راهش همینه. ابامو انداختم به دوشم. دیدید منزل ایشون یه طرفش کوچه اصلیه، یه طرف که ایشون رفت آمد میکرد اون کوچه پشتیه. کوچه پشتیه، کوچه 2 متریه، باریکه.
آیا شیخ باقر علم الهدا به من گفت باید صاحبت رو بشناسی که طرف ثابت کیه. ایشون گفت ابا انداختم به دوشم آمدم توی کوچه، تو همین کوچه باریکی منزلمون داشتم میرفتم طرف سبزی فروشه که بهش اینجوری بگم یهو بهم برخورد، وسط کوچه مریضم، گریم گرفت. گفتم یا ابن الحسن یا صاحب الزمان، هر سیستمی، هر اداره‌ای، هر نهادی برای خودش یه بازنشستگی داره، یه بیمه داره، یه چی داره. من که شما میدانید عمرم رو در طلبگی سعی کردم تنبل نباشم، خوب درس بخونم، خوب درس بدم. آقایون طلبه‌هایشون در اوج مریضیش هر صبح بعد از نماز صبح 2 تا درس کفایه میدن. در اوج مریضیش سنگین ترین درس حوزه رو میداد. حالا درسته که من به این وضع بیفتم که من با این مثلا فرض کنید که سنم و با این ریشم و با این برم از سبزی فروش برای 2 کیلو سیب زمینی قرض بگیرم، وسط کوچه زار زار گریم گرفت و گریه کردم و برگشتم. گفتم اصلا هیچی نمیخوری. برمیگردم به زنم میگم ندارم، حوصله‌ش هم ندارم، هیچی هم نمیخوام، هر چی از بیار بخور. از کوچه بیرون نیامدم. کوچه 2 متری دیدید، کوچه منزلشون برخی از شماها دیدید، دوستانی دیدن که خب اگر کسی داخل این کوچه می آمد، کوچه 2 متری من میدیدم دیگه، هیچ کسی از کوچه بیرون تو نیومده، منم بیرون نرفتم. تو کوچه که هیچکی نیست، برگشتم برم تو خونه، در بسته بودم دیگه، دیدم یه پاکت لای در، پاکت لای در. یعنی من از کوچه بیرون نرفتم، کسی هم نیومد تو کوچه. اینی کی گذاشت؟ الانم من درو بستم، از اون طرفم که نمیتونن پاکت رو بذارن توی منزل، با کنجکاوی پاکت رو باز کردن، نگاه کردم، دیدم یک رقم وحشتناک داخل این پاکت، از زیادی. رو پاکت هم نوشته جناب آقای فلان، که ایشون به من میگفت فلانی من 10 سال منبر نمیرم، از زمانی که منبر میرم بیشتر خرج میکنم تو زندگیم و کم نمیاد. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود هنر بنده پروری دانه.